سلام دوستان، وقت بخیر، ایام بکام باشه. به چنل من خیلی خوش اومدین. در این قسمت به سرنوشت جالب اویی ماری هیوبو که برادرای قسم خورده جنوبی بودن میپردازیم. این سه فرمانده که از شخصیت‌های محبوب سریال هستن سرنوشت عجیب و جالبی دارن که با هم بررسی میکنیم. قبل از هر چیز خوشحال میشم کانال منو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید. بدون معطلی بریم سراغ ادامه ویدیو. خب بریم سراغ سرنوشت این سه شخصیت محبوب. این سه نفر در بویو با جونگ آشنا شدند و کم کم به جونگ وابسته شدند. با وفاداری به او خدمت کردند. کمک‌های بسیار زیادی به جونگ از جمله احیای گروه دامول و بعدها نقش مهمی در متحد کردن جولگون به همراه امپراتور جونگ داشتند. در تمام جنگ‌ها جونگ را همراهی کردند. در این میان هیوبو وابستگی بسیار شدیدی به امپراتور جونگ داشت، به طوری که بعد از مرگ جونگ نتوانست دوری او رو تحمل کنه و از مقام خود استعفا داد. در کتاب تاریخی سامگوگیوسا علل کناره‌گیری هیوبو مخالفت هیوبو با نحوه حکومت شاه یوری ذکر شده است، اما به هر حال او از مقام خود کناره‌گیری کرده و تا پایان عمرش مثل مردم عادی زندگی کرد. ماری هم که از وزرای جنوب بود در جنگ گوگوریو با سلسله ژین در سال 12 میلادی که یوری آن را رهبری میکرد کشته شد. ژنرال ارشد اویی هم به همراه ژنرال بوبونو تا آخر به شاه یوری خدمت کردند. برگرفته از کتاب تاریخی سامگوکساگی و سامگوکیوسا. این هم از سرنوشت جالب برادران قسم خورده جنوب. امیدوارم که کلی لذت برده بوده باشین. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی، فعلا خداحافظ.